به نام خدا. سلام و درود خدمت همه دوستان عزیز. دوستان، این مربعی که می‌بینید مربع سوره حمد جهت رزق روزی و گشایش کار. داشتم این کتاب مطالعه میکردم، بخشایی از این کتاب این به چشمم خورد، این وفق شریف، و من خب از این بارها قبلا استفاده کردم، مجرب هستش، گفتم برای شما به اشتراک بذارم. ببینید دوستان عزیز، دقت کنید، فقط طبق شروطی که میگم انجام بدین، خودتون نتایج کار رو میبینید. این وفق شریف رو، این مربع سوره حمد رو در روز پنجشنبه وقت طلوع خورشید که همون ساعت مشتری میشه، لباس سر تا پا سفید بر تن کنید، وضو بگیرید، بر روی سجاده خودتون رو به قبله بنشینید، ابتدا تحسین رو انجام بدین. تحسین با آیت الکرسی باشه، 21 مرتبه بخونید و بعد 10 دقیقه صبر کنین. خدامش بیان شما تحت حساب بگیرم و بعد شما صرف و مال مکان رو انجام بدین. صرف و مال مکان هم به خواندن سوره زلزاله که ما به صورت کامل پست آموزشی گذاشتیم به چه شکلی باید تحسین و اصراف علوی انجام بشه. بعد از اینکه اصراف و تحسین رو انجام دادید، با حبر روحانی و شروع به نگارش کنید و بخورم، هر بخور خوشو میتونید استفاده کنید. بعد از اینکه به اتمام رسوندین 15 الی 20 دقیقه روی بخور نگه دارید و بعدش همراه خودتون همیشه باشه، یا تو گردنتون توی کیف چرمی آویزون کنید یا اینکه به بازوی راستتون باشه. از این اگر بتونید 2 نسخه انجام بدید، نسخه اول یه نسخه همراه خودتون باشه و نسخه دوم رو در محل کارتون یا منزلتون آویزون کنید. بسیار بسیار مجربه، بسیار بسیار پرقدرته و اصلا از عجایبه. امیدوارم از این ویدیو خوش اومده باشه. تا ویدیوی بعدی، خدا یار و نگهدار شما.